سلام بیننده ارجمند. امروز دوشنبه 17 دکبر است و ساعت به وقت پراگ رساده. تا پخش مستقیمی برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعتی دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت من عبدالله اشرف شما را با سرخط برنامه امروز آشنا میکنم. با وعده عفو به تاجیکستان برگشت، اما پس از چند بازداشت شد. مهتدی عبدالقادروف برادرزاده مفتی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده بازداشت شده است. چرای بازداشت مهتدی عبدالقادرزاده را در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. با جای نشان ساعت در مرکز شهر دوشنبه در جای نشان اتحاد شوروی که سال پیش برکنده شد ساعتی بزرگ ساخته خواهد شد. محل ساختمان این ساعت برای تاجیکستان خیلی سمبولیک است، چون محض از همین نقطه مسافه ها به 4 کنار جمهوری حساب می شود و از آن چون کیلومتر صفر نام برده می شود. بلندی این ساعت عظیم هم 18 متر خواهد بود. همکاران ما در شهر دوشنبه به محل ساختمان این ساعت عظیم رفتند. در برنامه اخبار آزادی درباره این ساعت و طرح آن گزارشی زیبای خواهم داشت. منتظر باشید، آن را با هم میبینیم. برای ترسانیدن صاحبکار روس تکسیران تاجیک را قتل کردند. دادگاه حربی منطقه اورال روسیه مرافعه دادگاهی موسوم به بند FSB در تیومن را آغاز کرد که در کشتار 53 نفر عیبدار میشوند. تفتیشات عین زمان 7 کشتار این گروه را دقیق کرده است. از 7 کشته این گروه جنایی اکثرا عبارت از خادمان FSB 6 نفرشان شهروندان تاجیکستان بودند که همچون مهاجر کاری در روسیه قرار داشتند. گروه جنایی را سنایپریست FSB کاپیتان ولادیمیر گیلیوا در سال 2008 تشکیل داده است، اما تنها الکسی کراتکوف حالا در کرسی عیبداری نشسته است. باقی ماندگان یا در بازداشتگاه در شرایط مرموز درگذشتند و یا در فرار هستند. تفصیلات قتل بیرحمانه مهاجران تاجیک را از جانب قاتلان پگاندار در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهم گفت. پس از لطوکوب نظامی روس به هلاکت رسید. یک زن ارمنی تبار پس از هدف لطوکوب نظامی پایگاه حربی روسیه قرار گرفتن در ارمنستان در بیمارخانه جان داد. حادثه روز 2 دکبر زمان رخ داد که جولیتا گوکاسیان راهرو به کوچه نزد پایگاه نظامی روسیه در شهر گمری ارمنستان از نزد آن میگذشت. این کشتار بسیار از ساکنان ارمنستان را به غضب آورده است، زیرا نظامیان پایگاه روسیه که سر از سال 1991 در این جمهوری سابق شوروی مستقر می باشند در چندین جنایت وزنین دست داشتند. در برنامه اخبار گزارش داریم که در آن جزئیات این حادثه را دختر این زن قصه خواهد کرد که و ما را همراهی کنید. این گزارش را با هم میبینیم. کامسامال مربی و هم زنی زیبا امینزاده هنرمند مردمی اتحاد شوروی که گروه رقصی زیبا را دوباره در پایتخت تاجیکستان احیا کرد به سن 70 سالگی میرسد. امینزاده که حدود 20 سال رهبری این گروه رقصی بود دوباره برای احیای آن کمر بست است. در این جاده چه مشکلات دامنگیر اوست و چرا رقاصه‌ها پس از چند از این پیشه دست میکشند؟ میخواهید این گزارش را پورا ببینید؟ پس کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در آزادی ویدیو صحیفه ویژه ما در یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنا کلاسنیکی دسترسند. با ما باشید.